خدا خدمت دوستان عزیزم. یه دست کار دیگه که کار تعمیریه خدمتتون دارم ارائه میکنم. اولش خواستم خدمتتون بگم که ببینید من این کار رو کامل شکافتم، اسکلت شده و شروع کردم حالا به روی کوبی. چون من جام محدوده و حالا گوشیم خیلی چیزه، تیکه تیکه فیلم برداری میکنم، خدمتتون میگم که به قول معروف روند کار رو در جریان باشید. ما الان فقط یه لچگی کنارش رو زدم، بعدش این پشت توش رو میزنم به اصطلاح ما روی کوبا، بعد لچگی بغل رو میزنم، بعد اسفنجی که قرار استفاده کنم، من اسفنج 30 کیلویی استفاده میکنم درجه 1. اونم بعداً خدمتتون، البته بیشتر من برای مشتری عزیزی که این کار مال خانم محترمی هست، بیشتر این ویدیو گرفتم که براشون بعداً خدمتشون ارسال کنم که بدونن که ما چطوری چه مراحل رو طی کردیم ما بهشون و چه کارهایی براشون انجام دادیم. فعلا پس خدا نگهدارشون.